سبقت غیر مجاز راننده وانت نیسان. هیچ سبقتی نگرفتی؟ نو اصلا سبقت غیر مجاز. هیچ جا وارد لاین مخالف نشدی؟ نو اصلا. نایم یه لحظه فکر کن. نایم جان خط ممتد یعنی چی؟ من نباید بچه عبور مثلا عبور نکردم. نه شو معنی خط ممتد رو میدونی دیگه. آره. احسن. یعنی از روش عبور نکردم. اصلا نکردی. نکردم ترگم ولی می پلوکه. تجاوز به چپ. اینقدر فاصلش رو رعایت نمیکنه به محض اینکه خودروی جلویی قصد توقف داشت نزدیک باش برخورد کنه و به ناچار مجبور شد یه مقداری به سمت چپ تجاوز کنه. تو فیلم بایدی میجو؟ بله. و فیلم بایدی من نشون ندی جانو برام من تی دو کردم من خلوت حتما دیدم هستم. حتما چی نوکرمه؟ فیلمم به شما نشون میدم. بیسار بالا. من بینازم. ولی برام جالبه که راننده‌ای که خودش وارد لاین مخالف شده سبقت غیر مجاز گرفته. من سبقت غیر مجاز بایدم. تجاوز به چپ انجام داده متوجه رفتارش نیست. این خیلی جالبه. من فیلم من نشون ندی. بریم آقا یه کات بده. الان فیلمو دیدی دیگه؟ آره من ترگم سبقتو گرفتی دیگه دو آره. فیلم. آها چرا سبقت گرفتی؟ ماشین پیکان راغون سوزی داشته ماشین رو نشیه. من تو کی بره پس همجوری رو بودم. آها یعنی اینکه شما اگر خودروی جلوی شما اگر سرعتش پایین بود خب اگر به قول شما روغن سوزی داشت و جلوی شما خودروی نمی اومد شما مجازی بری اون ور خط درسته؟ نه بره بودم. غروب کنه همچی بره پسر که باشم. غروب چیه؟ تا هر وقت که به شما محدوده سبقت مجاز رسیدی تا هر جایی که شما اون اجازه موقعی که من سبقت دم داشتی. گواهینامه گیرم من سال ابتدا میخوام نوتن باتن آقا عقبت چی چه سالی گواهینامه گرفتی؟ 77. اون کسی که این خط رو تشخیص داده اینجا بکشه اون کارشناسی که به این نتیجه رسیده باید تابلو سبقت ممنوع رو نصب کنه خیلی متخصص تر از شماست. آره. شما برای خود تحلیل میکنی میگی سال 77 به من گفتن اگه لاین مخالفت ماشین نبود خط ممتد بود برو. کی هم چه حرفی زده؟ تشریف میاری یه لحظه؟ حالت خوبه؟ خسته نباشی. این خط یعنی چی؟ این خط ممتد. خط ممتده. اجازه داری بری اونور خط یا نه؟ اگر خط ممتد رو دیدی اون طرف خلوت بود میری اون طرف؟ نه نمیری دیگه. چه سالی گواهینامه گرفتی؟ من 55. سال 55 گواهینامه گرفته ایشون. ماشینش همون نیسانه، ناکن اونم نیسانه. پلیس که هرچی بهت گفت این خط داستانش اینجوریه باید این کارو بکنی گوش نکردی تا یه نفر دیگه اومد که اونم از شما زودتر گواهینامه گرفته بود بهت گفت قبول کردی. خب پس تو نشون میده این رفتار همیشته. این رفتار داری انجام میدی برادر من. داری هر روز سبقت غیر مجاز رو میگیری تو این مسیر. حالا اینکه ما امروز اتفاقی گرفتیمت امروز فرشته نجاتت بودیم. وانت نیسان تولید سال 1956 ژاپنه. همچنان هم خودروساز داخلی ما داره اینو با همین پلتفرم همون زمان تولید میکنه. ایمنی کافی نداره. با ارگونومیش پلیس مشکل داره. اگر به کسی برخورد بکنه نابودش میکنه. خودت داخل این خودرو به شدیدترین وضع ممکن در اثر تصادفات آسیب میبینی. با این وضعیت استحکام که تو بدنه خودرو دیدیم، با این شرایطی که خود این خودرو داره، هم خودت از بین میرفتی اگه متوقفت نمیکردیم، همون خودرویی که لاین مخالفت داره با خیال راحت میاد. یه خانواده داره میره برخورد میکنه با تو، همه سر از آرامستان در میارن. درست رانندگی بکن. زمان بکش خودروش 72 ساعت توقیف، جرایمش هم ثبت، نمرات منفیش هم درج. حتما اجازه بده. حتما کلاس های آموزشی آیین‌نامه رو طی بکنه مجددا بازآموزی بشه چون چیزی راجع به خط ممتد و اینا نمیدونه. یعنی میدونه مفهومش چیه ولی خودش تجزیه تحلیل میکنه. تا وضعیتی که بدنه خودروش از این حالت غیر استحکام، از این حالت غیر ایمن خارج نشده اجازه خروج از پارکینگ هم نداره. در خدمتتون هست.